به نام خدا. سلام دوستان عزیزم، وقتتون بخیر باشه. پادکست صدای سکوت امروز رو با کتابی در حوزه موفقیت و روانشناسی شروع میکنم. کتاب یادداشت‌هایی از یک دوست، کتابی ارزشمند از آنتونی رابینز، راهنمایی ساده و سریع که کمک میکند کنترل زندگی خود را به دست گیرید. این کتاب چاپ اولش در سال 1398 بوده. مترجم خانم سمیه جعفری آخرسری و توسط سپهر اندیشه نشر پیدا کرده در تهران. ابتدا درباره کتاب هست، بعد پیشگفتار و سپس 11 فصل که کتابی بسیار زیبا با گفتاری ساده و دلنشین هستش. با من همراه باشید.